هممون تو زندگی هامون یه سری آدم‌هایی رو دیدیم که زیاد حرف نمیزنن، اما وقتی نگاهمون میکنن فکر میکنیم که تا ته وجودمون رو خوندن و دیدن. اون آدم‌ها حادث هستن. حادث خدای جهان زیرینه. حادث‌ها توی سکوت زندگی میکنن، ولی ذهنشون پر از راز و معناه، ذهنشون پر از عمقه. حادثای امروزی معمولا روان درمانگر میشن که سکوت آدم‌ها رو میفهمن، یا مثلا یه نویسنده هایی مثل داستایوفسکی یا کارگردانایی مثل نولان و حتی تا حدی اصغر فرهادی. این آدم‌ها از تاریکی حرف میزنن تا نور رو پیدا کنن. یا مثلا یه برنامه‌نویس که شب‌ها مانیتور روشن میکنه و دنبال کشف نظمیه که توی داده ها هست، یا یه هکری که ذهن منظمی داره. اگه فکر میکنی دنیای بیرون خیلی برات سطحی شده، الان وقتش که با حادث درونت آشنا بشی.